با سلام. امروز میخوایم دندون پرمولار دوم فک پایین رو تراش بدیم. یه توضیح مختصری میدم خدمتون. نمای باکالش یک نمای پنج‌ضلعی هستش، مثل بقیه دندون ها دارای دو تا کاسبیج مزیالی و دیستالی هست و یک ریج باکالی داره. کلا یک دندون سه کاسبه هستش، یک کاسب در باکال داره و دو تا کاسب در پالاتال یا لینگوال. کاسب باکال وسیع و بزرگ هستش، کاسب بعدش کاسب مزیو پالاتال و بعد کاسب دیستو پالاتال یا دیستو لینگوال هست. از نمای پروکسیمالی که نگاه میکنیم، هایت آف کانتور سطح باکال در 1/3 سرویکال، هایت آف کانتور سطح لینگوال در 1/3 میدل قرار داره. تقریبا کمی بیشتر از نصف رو کاسب باکال به خودش اختصاص داده و مابقی رو هم کاسبای پالاتال. با توجه به این مسئله شروع میکنیم دندون رو تراشیدن. خب ابتدا نمای باکال رو رسم میکنیم. کاسبیج های مزیال، کاسبیج دیستال. من سعی میکنم بخش زیادی از مومم رو به عرض مزیو دیستالی اختصاص بدم. کاسبیج دیستال رو اندکی طول و شیبش رو بیشتر میگیرم و بعد ریشه دندون اندک انحرافی به سمت دیستال دارم. مثل ما بقیه دندون ها شروع میکنیم حاشیه مزیال و دیستال این دندون رو در آوردن. سعی میکنیم موقع برش حاشیه مزیال دیستال دندون در ناحیه لینگوال جمع نشه، چون ما به پهنای مزیو دیستالی در ناحیه لینگوال احتیاج داریم. بعد کاسبیج های مزیال و کاسبیج های دیستال رو در میاریم. باز هم دقت میکنیم که بالا حالت دوتا برش رو نداشته باشه، بلکه فقط یک خط این وسط باقی بمونه. به این صورت من یه مقدار دیگه حاشیه مزیو دیستالش رو اصلاح میکنم. خطای برشم در هر دو حاشیه مزیال و دیستال رو موازی در میارم. خب بعد از اینکه آوتلاین اولیه رو در آوردیم شروع میکنیم ایجاد تهدب. برای ایجاد تهدب باز مثل پرمولر دندون رو میایم به 4 قسمت تبدیل میکنیم و از 1/3 سرویکال تقریبا به اون 1/4 اولیه وصل میکنیم و دندون رو تهدب میدیم. به این صورت الان دندون ما به اندازه تقریبا 1/4 تهدب پیدا کرد. بعد از این مرحله محل ریج باکالی رو مشخص میکنیم و در راستای این خطی که کشیدیم سطح باکال رو اندکی
2 سطحی میکنیم و این 2 سطحی کردن رو تا 1/3 سرویکال امتداد میدیم. خب من سطح باکال رو یکم صاف میکنم. هر کدوم از این لوپ ها رو صاف میکنم. از نمای اوکلوزال که نگاه بکنیم حالت 2 سطحی شدنش رو ملاحظه میکنیم. خب بعد از این مرحله باز میایم رأس کاسب باکال رو در نظر میگیریم تا رأس کاسب لینگوال آینده. وسطش رو مشخص میکنیم، یه خط میکشیم، محل مین گروه ما هستش و 2 تا خط هم در حاشیه مزیال و دیستال میذاریم که محل مارجینال ریش همون هست. بعد از این مرحله میایم در ناحیه لینگوال 2 تا کاسب‌های مزیال لینگوال و دیستال لینگوال رو از هم جدا میکنیم و میکشیم. کاسب مزیال لینگوال رو بزرگ و کاسب دیستال لینگوال رو کوچیکتر، تقریبا 2 برابر وسعت کاسب مزیال لینگوال هستش، 1 برابر کاسب دیستال لینگوال. بعد از این مرحله میایم محل مین گروهمون رو که کشیدیم شیار ایجاد میکنیم بین اون 2 تا خطهای حامل حاشیه مزیال و دیستال. شیار ایجاد میکنیم و از ناحیه لینگوال حد فاصله بین 2 تا کاسبامون رو جدا میکنیم. یعنی این ویه یا این ناودانی رو که اینجا هستش رو تا شیار مرکزی در میاریم. یک برش در قسمت مزیالش میدیم و یک برش هم در قسمت دیستالش. در واقع ناحیه لینگوالمون رو به 2 بخش تقسیم میکنیم. یه بخش برای مزیال لینگوال بزرگتر، یه بخش برای دیستال لینگوال کوچیکتر هستش. من یه مقدار این ناحیه دیستال لینگوال رو که بیرون زده هست میگیرم. به این صورت ما الان 3 جزء داریم. یه جزء در باکال هست، یک جزء در مزیال لینگوال و یک جزء در دیستال لینگوال. خب با توجه به این بخش ها شروع میکنیم کاسب ها رو ایجاد کردن. خطوط حاشیه مزیال و دیستال رو ما میکشیم جایی که مارجینال ریچ ها و در واقع تریانگولار فوسا ها هست. شروع میکنیم کاسب ها رو ایجاد کردن. اول یک کاسب در باکال ایجاد میکنیم، رأس اسپاتول به سمت مارجینال ریچ، پشت اسپاتول در راستای کاسب ریچ و یک کاسب ایجاد میکنیم. در سمت دیگه هم به همین صورت. این از کاسب باکال ما میشه. این ریج مثلثی کاسب باکال.
بعد از این مرحله میریم کاسب بعدی که مزیو پالاتال هستش رو یا مزیو لینگوال هستش رو در میاریم. این هم بازی کاسب کوچیک در این ناحیه ایجاد میکنیم. خب ریج مثلثیش در راستای ریج مثلثی کاسب باکال نیست و بعد کاسب دیستو لینگوال رو ایجاد میکنه. خب ما الان کاسبای پالاتالیمون یا کاسبای لینگوالیمون تخته. کاسب مزیو لینگوال یا کاسب گرد و گنبدی و بلند هسته. شروع میکنیم رأس کاسب مزیو لینگوال رو کاملا گرد کردن. زوایای تیزش رو میگیریم، لاین انگلاش رو روند میکنیم تا کاسب مزیو لینگوال ما گرد بشه. یه هایت آف کانتور هم در 1/3 میدل ارتفاعش ایجاد میکنه. همچنین لاین انگل های دیست و لینگوال رو هم روند و گرد میکنیم. سعی میکنیم ناحیه لینگوال رو جمع نکنیم چون توی این دندون جمع شدگی ما در ناحیه لینگوال نداریم. شیار جدا کننده کاسباست. شیار پالاتالی رو هم شیار لینگوالی رو هم میندازیم تا 1/3 اوکلوزال ادامه میدیم. در راستای اون شیار کاسب مزیو لینگوال رو کاملا گرد و کرم میکنیم. بعد از این مرحله دوباره کاسب دیست و لینگوال رو من تجدید میکنم. کاسب دیستولینگوال و عرض باکولینگوال رو در قسمت دیستال یکم کم میکنم، یعنی کاسب دیستولینگوال رو میزنم یکم بره داخل تر تا پهنای باکولینگوالیم در قسمت دیستال کمتر بشه. پهنای باکولینگوالی در قسمت دیستال کمتر از ناحیه مزیو لینگوال بشه. خب من زوایای تیز حاشیه‌های مزیو دیستال رو میگیرم، لاین انگل های باکال رو هم برطرف میکنم، یه مقدار طول تاجم رو اصلاح میکنم تو ناحیه لینگوال، هایت آف کانتور رو ایجاد میکنم. خب بعد تریانگولار فوسای مزیال و دیستال رو ایجاد میکنم. در حاشیه دیستالی یه تریانگولار فوسای کوچیک وجود داره، در حاشیه مزیالی هم یه تریانگولار فوسای کوچیک وجود داره. به این صورت. سطح اوکلوزالش رو تمیز میکنم. شیارهاش رو کمی مشخص تر میکنم. شیار فرعی که جدا کننده کاسبای مزیو لینگوال و
دیستولینگوال هستش. کاسپ باکال، کاسپ مزیولینگوال و بعد کاسپ دیستولینگوال. بعد از این مرحله میرم ریشه‌اش رو دوباره میکشم، و نصف توی ریشه رو در میارم. هرچی اضافه در راستای تاج هست برمیدارم. سعی میکنم صاف به سمت اپیکال حرکت کنم. دور تا دور دندون رو خالی میکنم. بعد از اینکه اضافات رو در آوردم، خط گردنیمو رسم میکنم. در باکال به سمت اپیکال، در مزیال به سمت اوکلوزال، باز در لینگوال به سمت اپیکال و در دیستال هم به سمت اوکلوزال با ارتفاع کمتری نسبت به مزیال. زیر خط گردنی رو خالی میکنم. مثل مابقی دندون ها اسپاتولم رو ثابت نگه میدارم و مومم رو میچرخونم تا یه اختلاف سطح بین تاج و ریشه ایجاد کنم. بعد از اینکه خط گردن درست کردم، مابقی ریشه رو در راستا و امتداد اون نیم یا 1 میلیمتر به سمت اپیکال حرکت میکنم. بعد از اینکه دور تا دور دندون رو خارج کردم، خط گردنیش رو اصلاح کردم، مابقی نوک ریشه رو در میارم. خیلی آروم 1/3 اپیکال دندون رو از تو قالب مومی جدا میکنم. دندون تک ریشه هستش. ریشه مکعبی قطوری داره و 1/3 اپیکال ریشه به سمت دیستال اندکی انحراف داره.
دیستال نوک ریشه رو ذره ذره باریک میکنم. تا بتونم ریشه رو از قالب مومی جدا کنم. دیستال من این ور هست، بنابراین از مزیال ریشه بیشتر. خب بعد از اینکه نوک ریشه از قالب مومی جدا شد، نوک اپیکال ریشه رو کاملا باریک و مخروطی میکنم و به سمت دیستال انحرافش میدم. اضافات ریشه رو میگیرم با پشت اسپاتولم خیلی آروم نوک ریشه رو مخروطی میکنم و به سمت دیستال انحراف. این صورت نوک ریشه رو به سمت دیستال پله هایی رو که در ناحیه خط گردنی ایجاد شده، پله هایی رو که در ناحیه خط گردنی ایجاد شده با پشت اسپاتول کاملا برطرف میکنم. پالیش میکنم، یه مقداری اضافات تراشیده ها رو برمیدارم. خب و یه دیولوپمنتال گروه در دو طرف ریشه ایجاد. اول یه خط میکشم، در راستای خط یه ناودان وسیع و کم عمق ایجاد. در مزیال و بعد در دیستال. بعد از اینکه این گروه رو ایجاد کردم شروع میکنم به محو کردنش. فقط اثر یه فرو رفتگی رو در حاشیه مزیال
و دیستال ریشه ایجاد. خب دیولوپمنتال گروه ها رو ایجاد کردیم. یه چک مجدد میکنیم. سطح اوکلوزال کاسپ باکال بلند و وسیع، کاسپ مزیولینگوال گنبدی بلند، کاسپ دیستولینگوال کوتاه و کوچیک و نوکتیز، شیار فرعی تریانگولار فوسای مزیالی، تریانگولار فوسای دیستالی. نکته هم که باید بهش دقت بکنیم این هستش که از نمای پروگزیمال که نگاه میکنیم محور طولی تاج با محور طولی ریشه ما یه زاویه‌ای رو باید داشته باشه. محور طولی تاج خط عمود بر صفحه اوکلوزالی هستش. محور طولی ریشه هم که به صورت در راستای ریشه هستش. این دوتا باید با هم یه زاویه‌ای رو بسازن. دیولوپمنتال گروه ریشه و انحراف نوک ریشه به سمت دیستال رو شما ملاحظه میکنید. با تشکر از توجه شما.